امروز یه جا خیلی باحال میخوایم بریم. تمام مشاهیر رو به صورت طلا در آوردن. آقا ما مشاهیرمون طلان. خیر و برکت. حرف زدیم میذارید بسه حالا بریم به آسانسور. آسانسور رو ببینیم بعدش آسانسور خودش یه موزه است. انگار الان توش باشه مده. خب اینجا قرار جیم خاصی می‌بینیم. کان ببین نگاه واه دست بر بالا. واسه نگاه اینجاش مهمه. نگاه موزه پرنیا یا موزه خانه سکه است. اینجا ورودش برای عموم آزاد نیست چون پر طلا و نقره و اشیا قیمتیه. ولی خب تو این ویدیو ما اینجا رو به شما کامل نشون میدیم. در ادامه ببینید دیگه. من با آقای فیلمبردار که آقای فیلمبردار سنی دیرler ستارخان، آقای مصدق، تختی ولی تختی پیریاشو تختی شبیه ماندلا شبیه پلاس شمس و مولانا. بچه بیاین اینو بهتون اینجا رو بهتون نشون بدم. خیلی باحاله. ببینید همه مفاخرمون اینجا مثلا فردوسی طلا کوب شده. 504 تا ازشه که این 93 میشه. چون ایران نباشد تن من نبود. اینجا طلا کوب شده. خیلی خارجی‌ها میخوان اینو بخرن. من نمیدونم چرا میخوان اینو بخرن ولی خب نمیدیم بهشون. یا مثلا استاد هوشنگ ابتهاج اینجا طلا کوب شده است. آقای دهخدای عزیز اینجا طلا کوب شده است. اینجا آقای شجریان، آقای دولت آبادی، استاد علی نصیریان، مزدم رضایت مردم است. ایران ای سرای امید. بریم بعدی. من تونتون اینجا رو بهتون معرفی کنم. عرضم به حضور شما اینجا هیچی. منشور کوروش کبیر که اولین بار تو دنیا ما ایرانی‌ها گفتیم چی؟ هر انسانی باید آزاد بیاندیشه، آزاد زندگی کنه و آزاد رفتار کنه. حالا اینو آخر خودم در آوردم ولی واقعا همینه. هر انسانی یه حقی داره. بیا واسه تو اطلاعات زیاده. تو اطلاعاتم خیلی زیاده. میرسیم به تمر. بیا خیام معرفی کنم. راجع به خیام چی میگی؟ بابا خیام آدم خوب بوده. آره واقعا آدم واقعا نمیدونم چی خیام منجم خیام نیشابوری بود یادمه. ببین اینو دیگه تو همین محتوا گفتم. یه چی میگه لذت اکنون بزرگترین حکمت اوست. خیام نیشابوری. من دیگه مسئول فانش میکنم. من دیگه علیرضا اطلاعات کامل نمیدونم فانش میکنم. تمر نوروز 96 سال 96 کجا بوده؟ 96 یادم این سوالی پرسیدی. برو بعد دیگه ارزم اینم چه تمرا به من خورد. 99 این 99 فرقش 96 99. اینم داستان یوزر خودمونه که گفته که این کلا این غرفه برای خانم هدیه تهرانی بازیگر معروفمونه که هر چی ارادت دارم. اگه هدیه تهرانی ویدیو رو دید با من آقا با من خیلی قشنگه کارت. خیلی قشنگ دوست داشتنی. اگه دیدی که من خیلی طرفدارتم. بعد اینکه خیلی جالبه اینه که درآمدی که از این داره حالا بابت فروش نیوز و خرس سیاه برای چی میشه اینجوری که من میدونم. تختی چی؟ داداشم تختی. میرسه تختی بچه محل شماست؟ دیوار به دیواره. بچه خانی آباده ولی خب میدونی آدم میشه خوبه. اینکه وقتی تو قهرمان میشی قهرمان دل مردم هم باشی. این واقعا تختی این کارو کرد. من خودم خیلی عشق کردم. استاد شهریار چی؟ مثلا میگن شهریار اهل دل بوده. چی؟ اهل بیا نه واقعا دل خودش خیلی دیگه. این خیلی خوب. این واقعا این همراه ابن سیناه. ببین کلا تو دنیا 3 تا تصویر 3 تا شمایل از ابن سینا بوده تو دنیا. یونش این اولیه است که ما ایرانی‌ها ازش داریم. این بالاییه. این یه دونه دیگه‌ش این تصوری که اروپایی‌ها ازش دارن. اینم تصوری که ترک‌ها ازش دارن. ازش هم کلا 250 تاست که این دهمیشه اینجا. خب ابو علی سینا کی بود؟ بزرگ پزشک عالم. بزرگ. هنوزم فکر کنم دارن استفاده میکنن. هنوزم از کتابش استفاده میکنن توی طبابت. بیا اینجا تمر امام رضا رو تمر امام رضاست که بچه مشهد عاشقشن. اینجا طلا کوب شدهشه.
میبینید اینم نقل کوبشه. اینجام برای فردوسیه که یه فردوسی اونور مایی نبود؟ چرا فردوسیشون خیلی ارزشمنده، 2 تا ازش دادن. این چند میشه؟ 3200 تا 3200 دهم میشه. عرضم به حضور شما که اینم حافظه، این بعدی شما معرفی کنیم. نه بعدی رو هم ولش کن. اینم اینم حافظشه. خلاصه اینجا داداش میاد انبا چیزایی بیا مونده. جنگیاش میرزا کوچکخان دوست دارم. گنگ مثل میرزا کوچیکخان جنگلی. کوچیکخان جنگلی البته بزرگی بود واسه خودشون. ولی اسمش کوچیک کردن. گفتن کوچیکخان جنگلی. کوچیک مردم. نوکرشیم. اینجام کوچیک‌ترش. این سکه است درسته؟ سکه است. خلاصه که کلیت همین بود دیگه. اینجام که گاندیه داداش خودش یه چه گوره. یه سال اگه اینو بگی درست جواب بدی یه جایزه بده. این چیه؟ آجی اینو بذار خودشون جواب بده. این چیه آجی؟ رو کلش صندلیه. عینک داره. اگه علی جواب نمیدونی کیه؟ یه چی جایزه می‌خواستم بهت بدم. ولی نداری. اون کیه؟ این داداش داره درس میخونه. درسه؟ فکرم ناراحته. آدم اهل کتابی، اهل دله. ولی باحاله. الان فکر کنم ما بریم شلوغ بشه ها. وا کنن که مردم بیان ببینن. اینجا رو کلا ورودش برای عموم آزاد نیست. آره. راستی آره اینجا ورودش برای عموم آزاد نیست چون حجم تله سنگینه این توه. آره خلاصه دیگه همینه. ایرو برکت. اینم یه انتهای ویدیو بود، اولین ویدیومون بود. حالا باز همراه باشین با ما یا سعی می‌کنیم همینجوری قوی و قوی‌تر. یه قانونی داریم ما، میگه که شروعش کن کم کم بهترش کن.